دوستان عزیز، بعد از صدا دادن سرودی ملی اکنون باز هم دسته ها اینجا برای معین نمودن دروازه خود یک فرصت دارند. حسن رستمov و الهام براتov کاپیتان دو دسته خیلی آوازدار و سرمخلص مملکت جایهای خود را معین خواهند کرد و ما امروز شاهد بازی جالب و عبرت بخش خواهیم شد، چون که در روند این سبقت ها باز هم نجم‌الدین طالبov سرمربی تازه انتخابی دسته روشن کولابشهر حالا صاحبان میدان را به شما معرفی می‌سازیم. مهرالدین احمدov ازبکستان لگیونر، دروازه‌بان رقم 35 حسن رستمov 12، دلر شامرادov رقم 5، موسی ابراگیمov ازبکستان در خط دفاع رقم 22، اسماء بنجامین رقم 3، عبدالرحمن ناظیمov 8، شادیجان مرادov 11، 63 محمد شریف سعید خواجه، سفرعلی کریمov رقم 2، نوروز رستمov 17، آووس عابد رقم 31 سرمربی دسته روشن شهر کولاب. هیئت احتیاطی دسته کولاب شهر را منظور شما کردیم. حالا با مهمانان توجه میکنیم که امروز چگونه هیئت را مکمل کردن. قربانعلی بابایov دروازه‌بان رقم 28، لگیونر ازبکستانی اسراربek اوکتامov 77، بختیار قلندرov 4، فریدون دهقانov 21، حسین نورماتov رقم 19، شهزاد مامورجانov 17، 18 جعفر اسماعیلov 8، سعید مختار عظیمov، بختیار چاریف رقم 80، جهانگیر سفرov رقم 9 و کاپیتان دسته الهام براتov رقم 10 سرمربی محمد جان حبیب‌الله. بهروز مرتضایف این بازی دوری آخرین مرحله دوم چمپیونات مملکت را حکمی خواهد کرد. رستم خوجایف و حمزه شاهی مردانov با او کمک خواهند کرد. داوری احتیاطی رستم نورماتov، ناظر داوران علیزاده دلشاد، کمیسر بازی جمشید اسماعیلov. یادآور می‌شویم که دیدار دسته ها در دور اول چمپیونات مملکت روز 6 اپریل در شهر استروشن صورت گرفته بود که صاحبان میدان با حساب 1-0 غلبه به دست آورده بودند و بازی امروزه اکنون نشان خواهد داد که قبلا در آن دور هم سرمربی دسته نفر دیگر بود. بعد از روزانه گزارش تابستانه در هیئت دسته ها اندک تغییرات هم به وجود آمد، مخصوصا دروازه‌بان مهرالدین احمدov از ازبکستان به باشگاه روشن شهر کولاب پیوست و باز هم اینجا ما دو چهره دیگر رو میبینیم، محمد شریف سعید خواجه رقم 63 و آووس عابد رقم 31 این لگیونر گندگی که انا همین چهره که حالا کارگردان منظوری ما کردن در هیئت دسته روشن شهر کولاب امروز به میدان برآمدن. اینها اولین بازی خود را در موسم امساله فوتبال کشور در کولاب شهر دایر خواهند کرد. تا با صدای هشتک داور فرصت های خیلی کوتاه دو دسته که واقعا امروز هم از نظر کسبی مهارت، ارادگی، جسارت کاملا نسبت به دیگر باشگاه ها فرق کنندن و از حسابی دوستداران فوتبال مخلصان اشدی خیلی و خیلی به همتااند. صدای هشتک داور بهروز مرتضای بلند گردید و بختیار چاریف اولین شده توپ را زود به نیمه میدان روشن هوا داد. برای امروز هم بسیار مخلصان پسمان یک سبقت جالب خواهم بود. استروشن و روشنه که چون در خصوصی موقع دسته ها و باز هم در مورد اندک تغییرات هم حرف زدیم. اینجا یکی از بازیگرانی که تحت شماره 22 موسی ابراگیمov در خط دفاع دسته اینجا بازی میکرد، حسن رستمov هم در این جریان به او خواست کمک کند و ضربه که اینجا هم تصادفاً بود از جانب جعفر اسماعیلov به قفس سینه دفاعگر نوی باشگاه روشن برخورد و البته اینجا هم با صمیمیت جعفر دستفشاری میکند و حالا در این جریان اسماء بنجامین زود توپ را از خط دفاع به نیمه میدان استروشن هوا میدهد. صاحبان میدان سفید پوش ها حالا از این نقطه که قاعده بازی ویران گردید باز هم
کامبیناسیون دیگر سبب میشه کار رو با دوش. اینجا هم یک جهیشی بلند اسراربک اوکتاموف لگنری ازبکستانی و نوروز رستموف حمله‌ور دسته روشن بود. حالا حسن رستموف در زدن ضربه های استانداردی و در مجموع کامبیناسیون های بیشتری دسته روشن سهم مناسب هم دارد. براستی تجربه غنی با همراهی سفرعلی کریموف این دو بازیگر کلیدی که روشن رو براستی خیلی و خیلی در موفقیت و دستاوردهایش یک نقش بارز هم دارند، اما بازیگری آنها اونقدر خوب صورت نگرفت. اشتباهی سفرعلی کریموف. بختیار چاریف از مرکز میدان رجوع میکنه به ایلهام براتوف در این روند کوشش کرد، اما شهزاد مامورجانوف این بازیگری خط نیمه حافظتی دسته استرافشان از کشور همجواری ما ازبکستان است. اکنون دلیر شامرادوف آماده است که زود توپ را به بازی درآورد. حمله‌ور در روند مبارزه عابد آووسو که امروز ما میبینیم که عابد آووسو با همراهی نوروز رستموف در خط حمله قرار دارند و اکنون سیوم دقیقه قسم اولی بازی هم با تلاش و مبارزه طرفین سپری گردید. وضعیت نه چندان مشکل است برای دفاعگران دسته استرافشان. شهزاد مامورجانوف دیگر باره هم باز فوتبال بازان استرافشان به خطاگی را دادند. صاحبان میدان بسیار هم با جرأتانه اینجا رجوع کردند. آووس و عابد یک توجه کرد در این سمت، اما حسن رستموف بیشتر، چون گفتیم در خصوصی این فوتبال بازی کلیدی. و دیگر باره هم محمد شریفی، سعید خواجه بازیگر سابق کوکتاش و باشگاه خوجند و به هیئت منتخب جوانان هم قبلا دعوت شده بود و تیم ملی فوتبال کشور هم در یک بازی رفیقانه بین المللی این چهره رو ما در کرسی احتیاطی تیم ملی دیده بودیم و بعدا سر و صدا از دعوت این فوتبال باز هم به خاموشی رفت و تا اندازه باز هم توقف بود در فعالیت این فوتبال باز و با باشگاه روشن که چون امروز پیوسته اولین بازی خود را دایر خواهد کرد. سفیدپوش‌ها باز هم حرکت جالبتر را خواهند انجامید. در روند مبارزه میبینیم که دیگر باره هم باز هم یک حرکتی انا همین چهره که معرفیش کردیم، این محمد شریفی سعید خواجه بسیار هم جرأت کرد. یک نفر دوم رو ببینید که چگونه از این مسافه نه چندان دور هم ضربه زد و واقعا هم برای فریدون دهقانوف مشکلی هم به بار آورد و بسیار یک بازیگزاری، یک منصوبه خوب رو هم منظور کرد که بهتر است الکی در خط نیم محافظت کناری چپی دسته روشن خود را نشان داده ایستاده است. بازیگزاری سفیدپوش‌ها خیلی خوب به نظر میرسد. سفرعلی کریموف دیگر باره اینجا آماده است. شادی جان مرادوف، سفرعلی حرکتی که واقعا هم اینجا اندک فشار بود در مبارزه با سفرعلی کریموف، این را هم داور بهروز مرتضایف خوب پیخست کرد. بیا یک بار دیگر ببینیم که در این روند بختیار چاریف جریان رقابت باز هم پرشیده تر میگردد. فوتبال بازان کلابشهر تشنه غلبه هم، این رو هم از حرکت هایشان، از تلاش هایشان در روند این سبقت بر علام مشاهده کردن آسان است. روشن استرافشان کلوب مرکزی ورزشی ارتش فیضکن حالا هم دقیقه ششمی این بازی در ورزشگاه پری تکنیکوم سپری گشته است، حساب باز نشده است. استقلال کوکتاش بعدی خاتمه این دیدار بازی این دو دسته صورت خواهد گرفت. محمد شریف ضربه میزند و اکنون در موردی که باز هم حسن رستم و سفرعلی کریموف حالا برای پیدا کردن فرصت مناسب با فوتبال بازان سبز پوش همراه میشوند. بله، محمد شریف سعید خواجه بلندتر، خیلی بلندتر بود، ضربهش اونقدر مقصدناک هم انجام نیافت.
محمد شریف سید خوجه. انا همین چهره که امروز با باشگاهی روشن پیوست و در دیداری امروز هم خیلی خود رو خوب نشان داده ایستاده است. محردین احمدوف دروازه‌بانی که امروز ما می‌بینیم در بسیار هم حالت‌ها برای آرام و معتدل جریان گرفتن رقابت و برطرف کردن مشکلات همچنین یک خصلت نجیب هم دارد. براستی خیلی خوب است. این رو هم یک عامل دیگر، یک توجه دیگری رهبریت باشگاهی فوتبال روشن جهت برطرف کردن این نقص و مشکلات نامیدن ممکن است. و از اون خصوصی که باز هم اینجا روشن چندین بازی‌های خود رو هم ما دیدیم که در میدان خود در سفر هم چون مساویش اندکی بیشتر بود، حالا به این سمت توجه میکنه. حسین نورماتوف زود توپ رو به الهام براتوف هوا داد در این نقطه. اکنون در کناری راست میدان حالا فوتبال بازان استرافشان برای پیدا کردن فرصت مناسب امکان پیدا نکردند و با همین ترتیب اکنون نتیجه گیری از سبقت جعفر اسماعیلوف حالا هم نگران کننده است. و در خصوصی بازی های دسته روشن گفتیم که دیداری آخرین رو هم با فیضکند مساوی انجام داد. حمله حالا باز ادامه خواهد یافت. حسین نورماتوف مجبور است که این حالت رو هر چه زودتر برطرف سازد. نورماتوف قبلا در باشگاه ختلان هنرنمایی میکرد. اگر به تاریخی باز هم آغاز سبقت های این فوتبال باز توجه کنیم، چون ابتدا که با گشتنگیری بسیار رغبت قوی داشت و بعد آنه که در دو مسابقه ناکام شد و در دوره اول و با خلاصه آمد توصیه مربیان که این باز هم با فوتبال توجه دیگر دارد و بگذار در این نوع ورزش هنر خود را هم سنجد و بعد این ترتیب این فوتبال باز به میدان فوتبال قدم نهاد و اکنون خلعت آن گشتنگیری خود را آویزان کرد و به فوتبال آمد. و در این جریان هم همچون دفاعگر در حیات منتخب جوانان خوب هنرنمایی کرد در باشگاه ختلان هم و حالا در دسته استرافشان همچون بازیگری خیلی ماهر و چابک هم الکی شناخته شده است. فوتبال بازان اکنون هر دو سمت را دسته ها هر دو طرف ضعیفی و موفقیت یکدیگر را هم توجه کردن، مبارزه بردن. محمد شریف سید خوجه به همون سمتی که بیشتر رجوع کرد، نوروز رستموف، حسن رستموف، سفرعلی کریموف و باز هم در ادامه مبارزه عابد آووسو، اما کاری بهتر و رخ نکردن خط دفاع برایشان به آسانی میسر نگردید. قربانعلی بابایف و روشن در دیداری که آخرین انجام داد با فیضکند بازی را مساوی 0-0 انجام داد. روشن اسخط هم با همین نتیجه است مساوی انجام یافت. خوجند روشن با همین ترتیب و روشن دوشنبه 1-1 بازی دسته روشن مساوی انجام یافت و بازی در سفر انجام یافتش با دسته ختلان روزی 10 ایول بود که دسته روشن با حساب 0-1 در سفر غلبه به دست آورد. حالا توجه میکنیم اکنون باز به کوشش موسی ابراهیموف لگیونر ازبکستانی برگشت به این سمت، باز هم با اسماء بنجامین، بختیار چاریف، الهام براتوف، جهانگیر سفرов، شهزاد مامورجانov و حسین نورماتوف چندی از بازیگرانی که امروز ما میدانیم خیلی هم در روند مبارزه استرافشان خیلی فعال هم هستند. استرافشان در مقام سیوم قرار دارد. بازی را با کوکتاش مساوی انجام داده بود. دور قبلی، دور 17ام، دور 16ام 2-0 از استقلال شکست خورد.
از این پیشتر فیضکن دوی طرفشان 1-2 نتیجهش. استرافشان از خط 2-0 و از این پیشتر هم خوجند استرافشان 1-0. بعد این ترتیب نتیجه 5 دوری بازی دسته استرافشان رو به شما منظور کردیم. حالا موقعش خیلی در جدول خوب است. در جای دوم بود بعدیانه که استقلال بازی های موقوف مانده خود را اندکی انجام داد، جای خوجند رو عوض کرد و خوجند باز هم بزینه دوم اومد و بعدا استرافشان در مقام سیوم با 26 امتیاز قرار دارد. تناسب توپ‌هایش 20-17 جمعی 3 رو در بر میگیرد. اسماء بنجامین، مهردین احمدوف حالا سراسیمه نیست، قامتی نه چندان بلند دارد و در آرامی و با وجود آوردن همان فرصت های مناسب ببینید که مخلصان خیلی سرشمار دسته روشن انتظار موفقیت. نوروز رستم و باز هم کار کردی توپ رو خیلی خوب منظور کرد. اینجا هم باز محمد شریف پرتابک سفرعلی کریموف، سفرعلی باز هم موسی ابراهیموف را اینجا باید خوب مشاهده کند. اما روندی انا همین سلسله هجوم اندک دیگر بیا توجه کنیم که چگونه سفرعلی با یک کسبیتی بلند اما پیش از این هم الکی حالتی نابازی و با اصطلاح افساید بود. با که نیست بازی خوب جریان دارد. دسته استرافشان اندکی عقب نشینی به خاطر تقویت یافتن مهارتش شاید این هم یک تاکتیک محمد جان حبیب الله محسوب یابد، چون که روشن رو خیلی خوب میداند و خود زاده همین کلوب شهر است و با فوتبال شهر کلوب خیلی بلد است و نزدیکی به همان کسبیت والای فوتبال بازان رو هم از نقطه نظری متخصصی خوبتر میداند. دیگر بار توجه میکنیم به همون سمتی که آووسو آبد در این نقطه هم دیگر بار حرکت شادی جان مرادوف ثمرآور انجام نمییابد. مرادوف موسی ابراهیموف، مرادوف، موسی یکی را فیره میدهد با اما اینجا فشارش دادن. براستی اندک فشار هم بود. ابراهیموف بر میگردد به جای اوله خود. اینجا هم قربانعلی بابایوف دروازه‌بان دسته استرافشان زود از این موقع باز هم توپ را به بازی می‌دارد. دسته روشن الان از 16 با خوری 20 امتیاز دارد، در مقام هفتم است. جایش آنقدر مقبول به مخلصان نیست. حمله را باز هم خیلی ضربه خوبه. دقیقاً آووسو در این جریان توانست که باز هم قربانعلی بابایف را مجبور سازد که به زمین افتد. واقعا هم بسیار هم ضربه به پای راست زدش اینجا هم قوی بود. اولین ضربه کنجی باز هم سفرعلی کریموف آماده است که این کار را به انجام رساند. براستی در 15 دقیقه وقتی انجام یافته یگانه ضربه را دیدیم که آووسو آبد بسیار هم ماهرانه ضربه زد و قوی هم بود براستی. و اصلا با قربانعلی بابایوف که در این جریان اکنون کسبیت این فوتبال باز نسبت به 3 سال قبلی که ما در لیگ عالی می‌دیدیم با کلی تغییر یافته است. روند تمرین ها و اشتراک بیشترش در چمپیونات مملکت. مهردین دوری آخرین مرحله دوم چمپیونات مملکت سفرعلی کریموف مبارزه برد. برو سعید مختار عظیموف اینجا که افتانید بازی جریان میگیرد و اکنون بیاید یک بار دیگر ببینیم. اینجا هم بر قصدانه اندک اشتباهی هم بود. اکنون حسن رستموف از این نقطه حالا ضربه جریمه‌ای میزند. یک پرتافت که طولانی انجام خواهد داد. اینجا جای زدن ضربه هم نیست. دیگر بار هم حرکت های فوتبال بازان بنده که مشکلی رو هم به وجود میارند. دیگر بار هم به حالت نابازی توجه میکنیم. رفتی مبارزه باز هم دیگر بار ثابت کرد که یکی از بازیگران باشگاه میزبان در حالت نابازی است.
قربانالی اکنون توپ رو به بازی می‌دارد. رقابت در 17 دقیقه نشان داد که امروز هم صاحبان میدان بیشتر از فیصد اداره کنی توپ از آن حالت‌های استانداردی اندک موفق هستند و بازیگران مهمان از شهر استرافشان در ادامه نیروسنجی کوشش دارند که البته با سهلنگاری راه ندهند. اینجا فریدون دهقانوف زود از اوت توپ رو به بازی می‌دارد. نه حسن رستموف با جرأتانه این کار رو ببینید که توپ رو به اداره خود گیری و بعدا هم سفرعلی بود. نهایت هم شادی جان مرادوف باز هم برگشت به سفرعلی. این لحظه اکنون شادی جان مرادوف دیگر رو با سفرعلی کریموف درست نفهمیدن. الهام براتوف آمد به کمک همدستگانش. سعید مختار عظیموف از این نقطه رجوع باز هم برای ادامه حمله باز هم قوی تر شد. مامور جانوف در این روند باز فعال میگردد. یک حرکتی دیگری لگیونری ازبکستانی و این وضعیت رو باز هم بازیگران شهر کلوب به آسانی برطرف کردند، اما حمله حالا هم قد نگردیده است. اینجا چرا بازیگران دسته روشن استودگری کردن، صرف نظر نمودن چنین حالت رو که فرصت نابازی است یا ضربه که با کتف دست یا چی ترتیبی که همه یک حالتی همان آرام استودن خود رو جا منظور کردن. بختیار چاریف برای زدن ضربه کنجی آمادگی میگیرد. حتما ما الهام براتوف رو اکنون در این خط حمله خواهیم دید. انا همین چهره قامت بلند و الان هم در جریان مبارزه دیگر بار هم بختیار چاری و بختیار رجوع میکند. صاحبی البته توپ میشود و اینجا باز هم دیگر بار برای زدن ضربه کنجی فرصت میسر میگردد که سبز پوش ها این کار را دیگر بار انجام دهند. محردین بسیار هم به همدستگانش مناسبت خوب دارد. حالا جعفر اسماعیلوف، بختیار قلندرف، ضربه بختیار هم اندکی دورتر. بختیار در خط دفاع بازی میکند. براستی تجربه مسابقه های بین المللی زیاد دارد. از همین فرصت مناسبی به وجود آمده چون ضربه زد اما بلندتر بود. استقلال دو بازی نسبت به دیگر دسته های لیگ عالی فوتبال کشور کمتر انجام داده است. نوابسته به این 36 امتیاز دارد، در صدر جدول است. خوجند با 32 امتیاز در جای دوم و استرافشان با 26 گل در مقام سوم. اسخط 24 امتیاز دارد، ختلان 23، کلوب مرکزی 22 و بعدا در مقام هفتم روشن با 20 امتیاز جایگیر است. دوشنبه 18 فیضکند همین نتیجه را دارست و در مقام آخر کوکتاش با 14 گل در زینه دهم جدول چمپیونات جشنی مملکت قرار دارد. اسما بنجامین این وضعیت رو برطرف میکند. مبارزه مقابل بختیار چاری غیر قاعده بود. اکنون محمد شریف سعید خواجه به اشتباه راه داد. حالا مهمانان حق زدن ضربه جریمه‌ای را پیدا میکنند. در واخوری دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش فیضکند تا کنون حساب باز نشده است، 0-0 است. در ورزشگاه شهر کولوب هم روشن و استرافشان حالا افضلی یا برتری متانت خود را نشان ندادند. رقابت جریان میگیرد. بعد خاتمه دوره 18 چمپیونات مملکت یادآور میشویم که باز هم تنفس اعلان میگردد و بعدا مرحله آخرین مسابقات جشنی لیگ عالی فوتبال کشور برگزار خواهد شد. الهام براتوف، جریان نیمه اولی بازی نشان داد که بعد 15 دقیقه تقریبا 15 دقیقه فوتبال بازان سبزپوش اندکی فعال شدند. بازی گذاریشان هم نسبت به دقیقه های اول اندکی فرق کننده است.
و 30 август تا 7 سپتامبر چون تنفسی که گفتیم دایر اعلان می‌گردد و روزهای 11 و 12 سپتامبر رقابت‌های چهارم نهایی مسابقه عنعنوی جام تاجیکستان برگزار می‌گردد و یک صحیفه تاریخی دیگر این هم روز 14 سپتامبر استقلال تاجیکستان و پرسپولیس ایران در دایره رقابت 1/8 نهایی لیگ چمپیون‌های آسیا با هم دیدار انجام می‌دهند. چی لازم است؟ کشال دادن وقت، بحث‌های بی‌اساس و باز هم دلیر شامورودوف، سفرعلی کریموف، یک روند دیگر بختیار قلندروف رو در این جریان می‌بینیم. اکنون داور به نظام درست چون توجه کرد. محمدین احمدوف آماده است که زود توپ را از اوت به بازی درآورد. در خط پیش عابد آووسو خیلی خوب هنرنمایی دارد. براستی یک ضربه قوی هم زد، نشان داد که او حمله‌ور است. باز هم ادامه مبارزه از جانب دفاعگران دسته استرافشان. یک مقاومت بود بنجامین، دیگر باره باز موسی ابراهیموف یکی را فریب داد اما پرتافتش آنقدر به سراغ درست نبود. بنجامین زود به نیمه میدان حریف توپ را هوا میدهد. در اینجا هم دیگر باره باز موسی ابراهیموف و باز هم محمدین و موسی ابراهیموف، این دو تن فوتبال بازی لگنری ازبکستانی در حیات روشن بازی دارند. محمد شریف سید خوجه با همراهی عابد آووسو هم به این باشگاه پیوستند. هر دو رفتی بازی باز دیگر بار ثابت می‌سازد که اینجا هم کسبیت یا ترتیبی نیروسنجی فوتبال بازان اندک تغییر یابد. دیگر بار عبدالرحمن ناظیموف، سفرعلی کریموف، بنجامین، سفرعلی برگشت هم به خط دفاعی مرکز. مبارزه را باز اینجا هم عابد آووسو. اکنون مهمانان هم به هجوم میگذارند اما در قسمت راست میدان اینجا هم بازیگزاری نه چندان بهتر بود. دلیر شامورودوف، حسن، دیگر باره اینجا هم برخوردی نوروز رستموف، بختیار قلندروف، هر دو هم حمله‌ور و دفاعگر، حمله‌ور روشن، دفاعگر استراوشن. باز هم بنجامین نسبت به بازی‌های قبلی که ما دیده بودیم مخصوصا در بازی با دسته خوجان حالت نو بازی، بله توقف لازم بود در این جریان اما از جانب فوتبال بازانی سفید پوش این کار به این نوبت گرفته نشدند که پیش دستی کردند. بله میبایست که در چنین لحظه ها اندک ایستادگری کند تا به همان فرصتی پیدا شدن دفاعگری دسته حریف. در دور 17 خوجند و خطلان بازیشان مساوی انجام یافت. فیضکند روشن مساوی 0-0، دوشنبه استقلال 0-5، اسخط کلوب مرکزی ورزشی ارتش 1-2، استرافشان کوکتاش مساوی 2-2. در خصوصی البته نشان زنها گفتیم که الهام جان براتوف با همراهی اکابر تورایف از باشگاه اسخط 9 توپی زدند. در زینه دوم قرار دارند. رستم سایروف از استقلال هر سه در زینه سوم، بله زینه اول معذرت، رستم سایروف، الهام براتوف، اکابر تورایف با 9 توپی زدهشان. دلشاد بازارов، ارتیوم سردیوک با 8 گل در مقام دوم. عبدالخلیل بارانوف از دسته فیضکند با 7 گل زدهش در مقام سوم نشانزدهای بهترین قرار دارد. باز هم دیگر باره مهمانان اینجا با قاعده ستیزی چون را دادن عبدالرحمن ناظیموف را دچار مشکلی کردن. موصوف به یاری تعجیلی طبی نیاز دارد. جریان رقابت دسته ها بسیار زیشتر است براستی
برخورد پای در پای. بیاید یک بار دیگر ببینیم. انا همین لحظه که شماره 8 سعید مختار عظیموف، شماره 8 عبدالرحمن ناظیموف با هم برخوردند. مبارزه دسته ها در قسم اول اکنون با شتاب کاری و سرسانی های بیشتر پشت سر میگردد و در خصوص کسبیت و موقع بازی جالبی دسته ها البته حرفی خوب هم نداریم، چون که این دو میدان نشان میدهد ضرورت توصیف هم نیست. سفرعلی کریموف اندک صاحبان میدان در قسم در 15 دقیقه قسم اول برتری یا افضلی مهارت خود را نشان دادند و بعدا هم مهمانان خواستند که اندک به پیش هم قدم نهند. حالا موسی ابراگیموف لگیونر ازبکستانی در این روند باز دیگر باره هم حسین نورماتوف مقابل شادی جان مرادوف اینجا هم دغلانه رفتار کرد. یک بار دیگر توجه میکنه. آی 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 بسیار هم وضعیت رو مشکل تر نمود. اینجا هم دیگر باره حالت تکرار رو دیدیم که یاوری داور این رو هم تصدیق میکند. ضربه جریمه‌ای را اکنون سفرعلی کریموف به انجام میرساند. چگونه حالا با هم خواهیم دید. سفرعلی و حسن رستموف دو بازیگری که البته بیش از 17 سال حیات خود رو هم در میدان فوتبال پشت سر کردند. پرتافت سفرعلی کریموف نتیجه بخش انجام نمی‌یابد. باز هم نوروز حسن رستموف باز هم اووسو در این جریان مبارزه برد. برای نگاه داشتی توپ یا اداره کردن توپ در لحظه های مناسب یا مساعد ابتدا باید یک ترتیب درستی همین بازیگذاری باشد. اینجا هم توکل کرده، جهش کردن یا حرکت هایی که اینها نشون میدهند گاه براستی اندکی برای تماشابینان همان قدر پسند نمی آید. دلیر شامرادوف بازی خوب را البته مخلصان هم پس مانند. وضعیت در جریمه‌گاه دسته زرفشان مشکل تر نمیگردد. این حالت رو باز هم بختیار قلندر و اسرار بگوک تماف هم که اکنون بینید که بسیار هم یک امکانیتی شادی جان مرادوف بسیار پرتافت خوب انجام داد. کامبیناسیون بهتر هم بود. حسن رستموف حالا محمد شریف سعید خواجه و الهام براتوف باز مبارزه میبرد. حالا باز دیگر باره به همین ابتدا سفرعلی کریموف و بعدا شادی جان مرادوف هم بسیار خوب هنرنمایی کردند. منصوبه خوب بود نسبت به دیگر کوشش هایی که صاحبان میدان انجام دادند. در خصوصی انا همین حالت های تصادفی قبلا گفتیم حاجت به تکرار سخن نیست. سفرعلی کریموف برگشت باز هم به بنجامین به مرکز. یک دو کنی نفر سیوم ابراهیم و اکنون باز هم 3 4 5 انا همین پرتاف ها 5 6 نه با نقطه ضروری ما پرتاف رو موسی ابراهیموف انجام نداد. به هر نوع خوبتر بود نسبت به 1 2 3 کوششی که خاتمه میافت. اکنون به 6 رسید. هجومی با صورت فوتبال بازانی است. طرفشان در اینجا کسی نیست از بازیگران به استثنای یک نفر جعفر اسماعیلوف. این فوتبال باز کاری بهتر رو هم انجام نداد، اما بهترش همین است که توپ از میدان بیرون شد و برای سبز پوش ها زدن ضربه کنجی میسر میگردد. حالا این کار هم سامان یافت. سفرعلی کریموف بسیار با آسانی خود را اینجا هم بهتر نشان میدهد، با آسانی وضعیت رو برطرف میکند. و دیگر بار هم شادی جان مرادوف باز هم با کوشش خیلی خوبتری آبید اووسو و اکنون در این جریان هم باز محمد شریف سعید خواجه
با جریمه‌گاه یک پرتاب انجام میدهد. خیلی بورتر بود، با سرعت‌تر انجام یافت. اندک سست‌تر پرتابی، اندک سست‌تر لازم بود که الکی اینجا هم نوروز رستموف از این حالت خوب استفاده کند. قربان علی بابایوف اندک آسیب دید، پای چپش را اشاره میکند که باید یک بار دیگر ببینیم که محمد شریف سعید خوجا سابق بازیگر کوپتاش و باشگاه خوجند چی کار را انجام داد. اینجا کسی آسیبش هم نداد و اما دروازه‌بان فراموش کرد که از این نقطه چیزی را باید پیقص کند یا ببیند. کمی سراسیمه شد. باید از جهت روانی هر لحظه و هر نظر را که در ستون دروازه در کجاست این را باید خوبتر داند و خود را لااقل دفاع کند. ضربه کنجی سفرعلی کریموف چون همیشه به زدن ضربه های کنجی آماده هست. حالا باز هم ببینید که دیگر بار الهام براتوف رجوع کرد. باز هم سفرعلی با جریمه‌گاه نوروز رستموف. حسن کجاست؟ حسن نزدیکتر است از آن که رسالت ازلی نوروز رستموف در خط حمله زدن ضربه و باز هم فشار آوردن به خود محافظتگران است. کاملا نوروز رو نمیبینیم. حسن در خط دفاع بازی میکند و در فرصت ضروری خود را هم نفر نمونه در خط حمله نشان میدهد. شادی جان مرادوف به سراسیمگی را دادن فوتبال بازان میزبان. دیگر بار هم در این مبارزه جعفر اسماعیلوف بختیار اشاره میکند الهام براتوف که من در این نقطه قرار دارم و جهانگیر هم سفروف لگیونر ازبکستانی. ترتیبی بازیگزاری تقاضای دیگر دارد براسی از فوتبالبازان هر دو دسته. فریدون دهقانوف، سعید مختار عظیموف. اینجا هم شادی جان اکنون با حالت کنونی توجه کرد، اندکی عقب نشینی کرد در این سمت. محمد شریف سعید خوجا، شامرادوف، سفرعلی کریموف. بسیار هم حسن رستموف با جرأتانه به پیش رفت اما اشتباه کرده بود. مبارزه را باز هم فوتبالبازان شهر استرفشن اینجا ادامه داده نتوانسته ایستادند. شادی جان مرادوف دفاعگر به سوی پیش می رود. مرادوف اینجا هم عابد مرادوف پرتاب لازم است. شادی جان آووسو در فاصله خیلی نزدیک قرار داشت که این لحظه باز هم مشاهده نکرد. ابراهیموف دیگر بار نه باز سفرعلی پرتاب به این نقطه. موقعی نادرست اندک پیش رفتنی حمله بر قامتش نه چندان بلند است. خیلی خوب بازی دارد براسی. اقرار باید شد. انا همین لحظه ببینید که چگونه جهش کرد، کوشش نمود. بهتر است وقتی حمله بر رجوع میکند، مبارزه میبرد، لااقل ضربه میزند، در مقاومت محافظتگران دسته رقیب هم ایستادگری باز هم خوبتر بنماید. بهتر است البته از آنی که در سمت پیش به طرف ایستاده و انتظار آن فرصت دلخواه شدن. چون این حالت ها خیلی کم به وقوع میپیوندد. مبارزه باید بود. الهام براتوف بهتر بازی دارد در خط حمله. جهانگیر سفروف اندک نمایان شد و در این منطقه آووس و عابد بهتر هنرنمایی دارد. دوی حمله بران هر دو دسته را اینجا هم بیان داریم. نوروز رستموف اندک به مانند جهانگیر سفروف. همین از ترتیب سبقت که حالا آنقدر هم تبعیدی نیست.
شادی جان مرادوف از این موقع از خط محافظتی کناری راست دسته روشن بسیار هم می‌خواهد که تیم رو به پیش برد امکانیت رو برای همان بازیگران خط حمله تامین سازد، فرصت رو پرتاب هم رسالت کار خود را خوب انجام می‌دهد. محمد شریف سعید خواجه این مراتب هم دیگر بار فوتبال بازانی سفید پوش امکان پیدا می‌سازند در روندی مبارزه شون، اما بیاید یک بار دیگر ببینیم که چی مبارزه اینجا هم انجام یافت و بهتر بود بررسی. برگشت از این موقع حسن رستموف، دلیر شامرودوف، موسی ابراهیموف، بنجامین اسماء و بعدا عبدالرحمن نظامی. باز هم یک بار دیگر سفرعلی تا برگشت سعید مختار توپ را اداره کرد، به کناری راست هوا داد. بازیگران استرفشان اکنون به هجوم میگذارند. در اینجا بختیار چاریف در خط محافظت تجربه بهتر دارد، اما این چهره را ما ندیدیم. جهانگیر رو میبینیم و بعدا هم سعید مختار عظیموف رو. جهانگیر یک بار هم حسین نورمتوف. جهانگیر زود است که جعفر اسماعیلوف هم به پیش رود و بنجامین اکنون نمیگذارد که این کار با آسانی برای رقیب میسر گردد. سفرعلی، حسن رستموف، صدای مخلصان هم خیلی شنواست. بازیگزاری سفید پوش ها برای در اداره کردن توپ با وجود آوردن هر یک منصوبه اندک خوبتر است. قربانعلی بابایوف قسم دوم اکنون ما را در پیش است. حالا کسی چیزی پیشگویی کرده نمیتواند که نتیجه بازی چگونه صورت میگیرد. در مرحله اول باشگاهی روشن کلوب شهر انقرض در دوره یکم چمپیونات مملکت روز 6 اپریل در استرفشان با این باشگاه دیدار انجام داد و این باخوری 1-0 به نفع سبز پوش ها فوتبال بازان استرفشان انجام یافته بود. اکنون قصد ناکامی ستانیدن میتواند یا نه باشگاهی روشن، این را ما در رفتی رقابت امروزه خواهیم دید. بختیار قلندرов، جهانگیر و الهام و سعید مختار، جعفر اسماعیلوف. باز هم ادامه مبارزه. جهانگیر لگیونر ازبکستانی امروز هم در خط پیش با الهام براتوف قرار دارد. یک لحظه خود را نشان داد. انا همین فرصتی که باز هم حالتی که داور مجبور شد که بیرقچه خود را بردارد، حالتی افساید بود. محمدالدین احمدوف توپ را به بازی می‌درارد. شادی جان مرادوف در این روند اکنون باز انا همین حمله بر را ما گفتیم نوروز رستموف رو. یک لحظه تو به پیش پایش هم آمد. انا این حسن رستموف است که از دفاع به پیش می رود. در هر لحظه ها خیلی فعال و نمونه بودن خود رو نشان میدهد. بسیار هم تلاش دفاع کردن، تلاش به وجود آوردن فرصت های مناسب و در مجموع در باشگاه روشن خیلی فوتبال بازی صاحب تجربه، سالار و کلیدی است با همراهی سفرعلی کریموف. بختیار قلندرов، بختیار چاریوف اکنون این لحظه مبارزه میبرد با سفرعلی کریموف و اکنون باز هم محمد شریف سعید خواجه. یک پرتاب به کناری راست میدان، امکانی برادر واقعا هم فرصت مناسب را از دست دادی. محمد شریف سعید خواجه با این قدر مخلصانی اشدی، با این قدر فرصت خوبی فراهم آمده، بهترین بود باقی نیست. واقعا هم در این روند سفرعلی کریموف و چون محمد شریف سعید خواجه جریان رقابت با صورتتر شد، جالبتر گردید. انا همین طور هم باید باشد. بختیار چاریوف برگشتی باز هم موسی ابراهیموف به این نقطه.
بهتر. مهارت خود را فوتبالبازان شهر کولوب نشان داده ایستادند. این اکنون حالت نوبازی هست. بار پنجم اگر اشتباه نکنم دفعه ششم است که چون این حالتی افساید با قید گرفته می شود. قربانعلی بابایف دروازه‌بان اکنون دیگر دروازه‌بان لیگ یکم نیست. واقعا هم کسبیتش فرق میکند و دو مراتب هم دروازه را خوب دفاع کرده توانست. یکی ضربه آبد اووس رو برگردانید و بعد این حالتی که ما شاهد بودیم از یک نیمه به نیمه دیگر رفتن محمد شریف سعید خوجا به سبب نیست. به حمله می پیوندد. انا همین چهره محمد شریف سعید خوجا در مقابل یکی موفق میگردد. پرتاب به سفرعلی کریموف اما اینجا نیست نفری که جایش رو استوار و موقعش رو سریع وقت اشغال کند. این همون نفری که ما گفتیم انا همون بود که الکی برای برگشتن فرصت پیدا نکرد. محمد شریف سعید خوجا. قربانعلی بابایف بسیار هم صدای صمیمی این احترام است. واقعا اصلا میگویم به مخلصان فوتبال روشن کولوب شهر خوش آمدید خوش آمدید. بسیار هم صدای صمیمی میشنویم. واقعا هم چنین باید باشد. ورزش فوتبال واسطه تربیه تشکل طرز حیاتی سالم است. چنین باید باشد. رقابت در میدان باقی میماند و دوستی و صمیمیت و برادری همیشه پایدار. احسنشان میگوییم. رقابت ادامه می‌یابد. دیگر باره هم از خط دفاع اینجا هم حسین نورماتوف، بنجامین، ابراهیموف، مرادوف زودتر. اما در این سمت هم باز یک کوشش بود و دیگر باره هم برگشتن عبدالرحمن ناظموف با این سمت به سبب نبود. وضعیت رو باز هم کرد نوروز نوروز باز هم حالتی که انتظار باید بود. حالتی که توقف باید کرد. اینجا دیگر جای گفتگو هم نیست. سفرعلی کریموف یک پرتافت انجام داد تا همان نقطه که با عدم داور bayrakçayı خود را برداشت و اثبات کرد که این حالت نابازی محسوب می شود. فکر میکنم در این جریان هم بسیار. بیایید یک بار دیگر ببینیم که چگونه مخلصان اشهده باشگاه روشن انتظار پیروزی اند. در منبر غرب جای نشست نیست. آبد اووسو، محمد شریف سعید خوجا، دیگر باره هم حسن رو سفرعلی کریموف، اما شادی جان مرادوف با سراسیمگی راه داد. دقیقه آخرین قسمی اول دلیر شامرادوف، محمد شریف در این سمت، حسن رستموف در منطقه دیگر، آبد اووسو مبارزه میبرد. بختیار قلندرов توپ رو به نیمه میدان هوا میدهد. اینجا سفرعلی کریموف خوب بازی کرد. شادی جان مرادوف باز هم در اداره کردن توپ خطا نکرد. سفرعلی به حمله میپیوندد. پرتافت به کناری راست به ابراهیموف. ابراهیموف باکی مستقیما اینجا هم میتوانید ضربه زند یا لااقل رستموف دو قدمی یک قدمی دیگر ثانیه لااقل به همون ثانیه هم توجه میکرد و صورت افزایی میکرد، کار رنگی دیگر میگرفت، اما چنین نشد. قربانعلی بابایف توپ را ببیند که دور هوا داد و این مخلصان اشهدی روشن شهر کولوب که پزمان پیروزی باشگاهی خودم. بختیار قلندرов انا همین فرصت که پای افزالش در پایش خیلی نابا بود آنها را بیرون کرد و اکنون به استراحت 15 دقیقه نمی رود و بعد این حتما با جریان رقابت در قسم دوم می پیوندند. تشکر برای توجهتون.